چطوری؟ سلام. چقدر داد زدم. داد نزن سرم. خوبین چطوری؟ امروز بچه ها رو آوردم تو چنلم. درود به تو و خواهرت. نه بابا دست در نکنه. مرسی. باریکلا درود به شما. قشنگ بود. آوردم اینجا قراره با هم دیگه بازی کنیم. اینجا هم براشون جریمه گذاشتم. بله. و مواظبم که جرزنی نکنم. احسن مو به تنم سیخ شد ببینید. مخصوصا این خانم سمت چپی اصلا اشاره مستقیم هم نمی کنم هیچ کس. خدا چه اشاره نمی کنم اصلا. خب سلام نکردید شما، من معذرت میکنم. اولین بارم دیگه به ما آسون بگید. اوکی. بفرمایید ببخشید تو رو. بفرمایید. تو شروع کن. سلام به همگی. آقا جمع شدیم اینجا دور هم دیگه، قرار رو بتره کنیم. حتما سابسکرایب یادتون نره. زنگوله. بله. سلام. خب دوستان من فقط میتونم بگم سلام و حالتون چطوره؟ همونو فعلا هم پذیرا باشید. اوکی. خب قبل از اینکه بازی رو توضیح بدم، سابسکرایب، لایک و زنگوله یادتون نره. اینستاگرام های بچه ها و خودم هم میذارم این پایین، فالو یادتون نره. و بریم برای بازی. خب آقا بازی از این قراره که 6 ثانیه هر کدوممون آهنگ میذاریم، نفری 5-6 تا آهنگ تقریبا. چه خبرتونه؟ حالا هرچند بله. گیر نداره میذاریم بچه ها و بقیه‌شو بخونن. هر کی هم نخونه گفتم جریمه. مرسی خیلی توضیح دادی دیگه. مرسی. بریم که بازی رو داشته باشیم. میکروفونمو تازه خریدم، خیلی خوشحالم. دیوانه. خب بریم. بله. میتونه گردن تو ماساژ. بله. الکی شروع میکنم. رها شروع کن. نه تو شروع کن، من یاد بگیرم مثلا چجوریه. هر چی دوست داری بذار. ببین هر چی دوست داری بذار. آماده. بچه‌ها هر جای آهنگ که دلتون میخواد میتونید بذارید. تو رو قرآن اون آهنگ چیزاتو نذاری یا من نیستم بخونم. یاد میگیره اشکال نداره. 2 بار گوش بده یاد میگیره. باشه. بله. رپای چیز کوروشو گذاشتم. نه اونا دوست دارم. اصلا سختش نکن. دوست دارین آهنگ خداست. بریم ببینیم میتونه. بگی جلو چی؟ It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. داریم یه چیز خوب بذار. همینه بابا. پدر کشتگی داریم یه بار. یعنی هم چلچل ادامه بده دیگه. چی میخواد بگی؟ حالا که اشک میریزم چک حالا نشیدم بیانصاف. تا حالا من نشیدم اینو. چه آدم چیزی هستی. خودت هم بلد نیستی میری تو متن. آخه چک تو برد. احسن مو به تنم سیخ شد ببینید. چکی برد. خب دیدی نوبت منم میشه به این فکر کن. آهنگای زیبامو برات میذارم. ببین این آهنگه دیگه تهش. حتی آرومش. چی گذاشتی خدا؟ آها اینو بلد. دیگه اینو تو نمی‌کنی. این خوراک خودته. مستی یا هوشیار. اینو میگه. بخونه دیگه نیست.
ادامهش نمیتونم همینه دیگه. نه بعد ادامه اینجوریش بیا بیدم من سیاه و شار نمیدونم تو به جا من میتونم بگو تو بگو تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور مرسی سب بقیش میشه خورد خوردی خدای قشنگ خب من سپیده سوختیم ببرو دریا بیا عزیزم بیا اول شما به جزی شما نداریم چیز مهمونی دیگه تو چنل من به جزی نداریم چیز دیگه نه بله فرسا نوبت منم میشه باشه به نازم باشم به نازم خب من اینو حتما انجام میدم رو صورت رها الان تست میکنم گفته که رو صورت بقیه باید شک بکشی رها جون نه رو صورتت بقیه بقیه نه اونطوری نباید بخونی از من نمیذارم این کارو بکنی میشم چنجش کنم نه نمیشی لطفا اصلا من این کار بابا یه نمی‌کنم. دایره من این کار میکشیم نمی‌کنم. یه دایره میکشیم چیز روزی در نیار من دیگه نمیام پیش شما قصد جون منو کردی همینه که آره یا اول سر تو پنجره بکن بزن. بیرون داد بزن من به خدا اینو میرفتم دو بار بعد چیز ویدیوشو میذارم بعدش عالی میشه داد میزنم بذار من اول سور صورت این بکشم ریز بکشی باش برو بزن برم بیاد شما همچنان هستی؟ ادامه میدی؟ خودش نیست؟ دمون عالیه یعنی این حرکت دوست داشتم تقدیر برنده سلامشو داری میچه اون نمیره اون خط چشه نمیره میره پاکش میکنم بیا توف میخوای بزنی؟ آره چیز بکشم باشه چیز بزن وقت کن و بچه ها ببینن بابا نمیکشم چی کشیدی این صورتت که نمیکشم خدا رو شکر کرم پودری که استفاده میکنم هزینه شده برای دوستمونم هست برم میشه بپرسم بهتون میگم بابا این نمیکشه واسه نه دیگه ببین دست به مهره حرکت تموم شد باشه این رها. نکشید دیگه گفت بقیه بیا ببینم این واقعا کلا به من دشواری داره الان برای اینو میکشه کشید آره من میگم کلا با من مشکل داره من نمیدونم چرا چند ساله میشناسمش با کلا با من مشکل داره بذار تلفیکم به بچه ها نشون بدم یا خود خدا هریست من خجالت میکشم ولی بگو صدا میزنی نوبت منه یا خدا ببین برای منه اونم میذاری ها آره. ببین دارم واسه خب الان که برات آهنگ چیزو گذاشتم توتساکو گذاشتم مجبور شدی بخونی خدا اگر که اصلا اسم آهنگشو شنیده باشم من نمیدونم چی کار دارم بابا اینا دیگه من چی ادامه میدی بذار ببینم رها چی بلد بود خب آها طرفو بکنم و بی تربیت من اینو بلدم اوه بابا ناله رو زیبا من چون ناله رو زیبا من میپذیریم مشکل داریم بیا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده میکنم ناله دیگه ببخشید من چیز دیگه در ذهنم میخوایی نمیکنم که آهنگر بلدم من ادامه‌شو نمیتونم بخونم اصلا چی هست؟ میخوام بشینم و گریه کنم ولی کم فایده نداره آهنگ قشنگ مثل آره فایده نداره چرا گریه میکنم چون دوست داره ناله کنه چی کار داری تو چرا به همه بچه چی ادامه ندیم میان طرفدار خواننده از خجالتمون در میاد ما فقط شوخی میکنیم خب اینو فکر کنم بله نشد بشیم همیشگی ما من حتی اینو شفتم من اینو بلد بودم یا خدا الان استرس همین الان داشتم میخوندم کجایی؟ نه نمیشه قسمت شاید رو بخونم کجایی از همیشه نمیدونم نه همینجا شما نمیدونم نشد بشیم همیشگی ما با اینکه چفت همیم و هم سلیقه‌ای با خب هم سلیقه‌ای چی با گذاشتم؟ نه با ادامه‌ش هم همینو پلی کن قلبم همینه دیدی هم سلیقه‌ای با نه شروع نکنین اینجا بابا. چنل منه آره، هیچکی نمیتونه درست شروع شده. کنه نفری یه پسیگه It was at this moment that he knew. He fucked up. به خدا دیگه نمیام باید شما ها
یا شک بکش یا پس کرد پاشم یه کاری دیگه بکنید جمع کنی خواهتونو نفعه یه پس کردنی زنگ بزن به یکی هاپ زنگ میزنی به دوست خوبه دوتا پارس میکنی برای چه حسابه کار دوست خب من آمادم یه پسیاتون رو بزنید که دیگه آروم بزنم نوبت من نمیشه من چرا ریاکت نشون ندم تو نزن تنم بزنی کردنم میره تو نزن قلهش دارم میتونی به تو نخوره برون بکن دردم بگیره من این آخه چه مهربون زد یاد بگیر تو یه دونه زدی دستم دستاشم کوچولوه ولی زور داره زور خیلی آره باشه اوکی من نشون ندم بازو کار کرده فهمونی اوکی آفرین بزن من جواب نمیدم همه جواب تو رو میدم هاپ 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 الو هاپ قطع میکنه سالمه نه یه چالش بودش نه یه دونه چیز بود بازم میزدیم به یکی صدای سگ در میوردیم ممنونم واقعا من بدبخت گیر آوردی شما چیکار من میکنم؟ آهنگ با پلی کنم تو الان چیکارش توان تو به خرج ببینم چی میریسه نه آهنگای قشنگ براتون میذارم بذار خب آهنگای قشنگ با خط چشم مطمئنم نشنیدن خب بذار بیچاره خب دمش بر احساس من چرت و پرتایی که شما گوش نه آمگی خوبه که برکه مرگه داشت خیلی قریبی راحت تره باشه که مال من بود این برای تو هرگیسا سخته هرگیسا غیر رفت براش هرچی بذاری میبازی نه غلط کردی چرا؟ آقا تو بذار قشنگ بگو دیگه بگو اندازو بیار جمعم کن گوشم خدا قشنگی گوش بابا این کی هست اصلا خودم تازه پیداش کردم اصلا نمیدونم که فیس اینا ندیدم ترمامش ندیدیم اینجوری ولی خب حمیده رخشنده کیه من گوشش میدم فقط همین موزیکشو بلدم موزیک دیگه موزیک نمیدونم حقیقتا من خواننده توی جمعی بودم که پلی کرد خوشم اومد و اینا دانلودش کردم که آتش نشان من میدی آتش نشانه ولی از تصدایی هم داره بنده خدا خدایی؟ سمیده بهمون جریمه نمیدی؟ چرا جریمه تو آدم خوبیه من دلم نمیاد من اگه اینطوریه برای رها جریمه‌شو انجام نداد به من بیفته رها جریمه‌شو انجام نداد زنگ نزن پارس کنی من چی زنگ بزنم گوش خوبی داشت با گوش سایه سیاه بزن آره باید بیار بزنم من دارم من پالتاشو دیدم پالتاش خرچه برنگ ترکیبی داره بابا سیاه نداری اشکال نداره تو مایه های سیاه شبیه قیافه خواهر دعوا عزیزم بوغ هم نمیتونی بزن نکنی کار اوکیه برو اشکال نداره برو بزن خب بزن روشونه بعد ویدیو چرا بعد ویدیو نقطه رو برای من گذاشتی؟ حاجی من سایه سیاه بزنم باشه این سری رو ازت میپذیرم خب سایه رو انجام سایه رو مجبور کردم بزنم خیلی ممنونم با متشکرم از لطفتون الان چشم من به این خوشگل شد ببن چشاتو دهنتو ببن تنها جایی که میتونم بگم دهنتو هیچی بهم نگی برای تو چیه؟ نوشته برو پیش یه غریبه بشین بعدا رفتیم بیرون من اینا اجرام میکنم ویدیوشو میذارم این خوراک من ارتباط یه ذره اون برتر میشه بشینی من بشینم بینتون مرسی خوبیم؟ مرسی شما چه خبر؟ صحبت میکردیم نه؟
الان اینجا دوستم داره بای بای میکنه باهاتون. یه دستی تکون بدید باش. دیدیمش. قرار نبودیم به من بیفته. خوش به من این قرار بود به این بیفته. چرا به من بیفته؟ بخاطر اینکه من گوشم نداره. من نه خدا هم که برم رو همه سلام میدم. مگه باشه. سلام دشمن خدایا. نصیب خانه کافی. من میکروفون نفهمیدم که شما یه دفعه بگید. میکروفون تو من دیدم. به خدا میکروفون قبل ضبط این میگفت این تو من هزینه شده. بیچاره‌شون گرده باشه. آهنگ میکنم راه میرفتم با این میکروفون آهنگ میکنم. میگه میخواد دهنمو سرویس کنم. یا علی یا علی. آها اینو بلدم. آهنگ درست بزنید بهشون درست بزنید. یاد این افتادم که با گل رابیدی آرش اومدی من رقصیدم. این آخرین قرار من بیقرار اگه تو نیای میمیره. میمیره. دوست داره قرار. بالاخره قشنگ بود. پریسا بالاخره تونه کار نکن با سرچه یه دونه برم از شجریان همایون شجریانم بلدم. نه حامد همایون نظری برام بقیه من حامد همایون بلدم. با آهنگای در پیت سپیده رو اگه نظری اینو بلده اینو حفظه. نه یکم دیگه بذار بخونه. نه یکم دیگه نه جدا اینو بلده. نازو عداد اشبه بیای هلاکتیم. نه یه چیز قبلش داشت. نمیدونم. مجید رضوی طرفدارای مجید رضوی خواهش نمیدونم همین دیگه خوش بدیم به سپیده چون این آهنگ ترنده. من فدا نازو عداد اشبه بیای درست خون خدایی من خدایی درست میپذیرم آقا میپذیرم. بریم هر سپیده چیز کنیم تا کنیم یکم بیا خونه بیاد تو زنگ بزن. تو زنگ بزن تا صبح زنگ بزن تمام اعضای خانواده رو سرویس. حالا الان میگه پر میزنه. آره یعنی اینو نمیگه. خب نمیذاری بخونه. اگر قرار بود این بخونه تو لا اله الا الله نیاز نبود دیگه واسه پر میزنه. دل واسه تو عشقم واسه هر شب دیدنه. تو اینو بگو میگه. پر نزن. اگه اینو نگه به قرآن مجید رضوی دیگه گوش نمیدم. اینو نمیگه. اینجا به من همه چی گفت الا این گفت به قرآن میگه مجید رضوی گوش نمیدم. این از ایران مجید رضوی پلی کرد. مجید رضوی پلی کنی خدا شاید پرتت میکنی من ماشین بیرون. قبله. به خاطر اینکه ما خیلی آدمای عادلی هستیم عدالت و رعایت میکنیم بین بچه‌ها اینم میذاریم برای رفع. آفتاب بزنه روی گل خونه. احسن مو به تنم سیخ شد ببینید. یا همچین چیزایی میگه. باز دوباره ما دیگه خیلی میشرم. عالیه. من دیگه میگم بزنه پس گل خونه. خدا این استاد میادونه قشنگ بود. خدای قشنگ من دارم. اینی که دو بار نوشتی برو به غریبه حرف بزن. اون بر میشستی؟ نه میشستم بغلش. من حرف بزنم من مشکلی ندارم. سمیده این پسر رو که این پسر بیان سر برو
آرایشتو پاک کن. قسمت یا سایه بزنی یا آرایشتو پاک کنی. با نشار بودن چه مشکلی داری عزیزم؟ الان تا آرایشت آخه زیاد نیست. همینطوری زیبایی برو پاک کن. رما برو روژتو پاک کن فقط ما میپذیریم. آره. نمیخوام. نمیخوام. آخه نمیتونم بیایش نمیتونم اسلام در خطر آخه نمیتونم برو بریم بابا برو روشتو پاک کن چیزی نه دوباره میزنی چیزی نه بچه دارم نگاه میکنم باشه تو بچه هم باید پاک کنم برو بیا بعد دیگه برو بیا سیران نمایش کرد تو به روش بزن تونر اون تونر نه اونو چیز میکنی این حساب میکنم بچه همینطوری نمونه بچه ولی نداری اصلا بگی آروم بشین بابا شکر کنم به خدا مثل روز اول حساب کردی مثلا تو یه روش بزنی 100 سال باش زندگی کنی نه بابا دارم میره باید میخوام یه چیزی بخورم رها تو تو کوه ما خیلی فکرم باید میگیم کاشم شدم ما هممون نداریم اصلا هیچ کدوممون نیستیم که اشتهامون کم باشه همه بچه‌ها باشن دارن اینجا مخصوصا خانمی که روژشو پاک کرده اومده خب میمردی همینجا پاک میکردی جلو بچه ها من بیو میگرفتم رها برکن من میگم من رفت بلد نیستم اینا رفت داری هم نمیدونم به خدا نشنم عوض کنم اون تو مرا بیا انصافی نکنم آره سایه گوش ندادم آقای منم چنین آپشنی میخوام برای منم تصمیم اجرا کنید زبونم گرفت اینو که همه دیگه خدا حافظت شغلی رو نشدی؟ یه کنسرت حامی میگیرم میتونم با خودم میبرم من نمیخوای ببری؟ نه بلیط میگیری اونو ببری؟ من من آهنگش میاد دیگه. نشناختم. من ندیدی؟ چه ربطی داره؟ من چه آنجا حفظم بچیه من میخونم تو اونجا تازه سرش چه می‌کنی. ربطی داره حالا بعدا چیز دخترا می‌کنی دعوا نکنی دختر نوبت توه پیسر داریوشو بذارم با دکتر امروز بسید خیلی قشنگه گوش بدید دوست آره باشه اینو قد چه من بهتون میگم پس گردنیه می‌خوردی اینو ببینم چقدر مظلوم شدی بدون روش چقدر مظلوم شد بابا تتلو چه پلیسیه بابا از نزدیک چشم شد تازه الان میشه پیش آفرین خیلی پیش بقیه تا چی بلد نیستن با هیچی بلد نیست اونشو بلدم بارون اومد و یادم داد چیزم بلدم بگو ریکانش آی لیلا سکش آها این بلد خدایی رو ببینم خب وایسا همیشه منتظر یه حرکت از یه حرکتی که سمت زیبا منی. گفتی بله کاشونی که به گفته خدایی رو ببینم خب وقت وایسا نه تنگ میشه دلم واسد من خودم سو وگرنه کم ندیدم بعد تو همه تو جا به جا میگه بعد ولی هیچ کس ادامه یادش نده ادامه نده قول فکر نبود ولی من نمیدونم خب دیگه بریم به سری آوردم براتون خیلی خوشحال شدم که نتونستی بدترین عکس من چرا میخورم خب بدترین عکس گوشید همین الان نشون بده به بچه آنلاین گاوی نه نشون بده برمیگردی رو دوربین نشون میدی آخرین چتت با اون یکی یعنی چی؟ آخرین چتت با من سپیده بعد نشون بدی الان همه عکس دید میشه من ببینم سلکت کنم؟ نه تو نه این خوبه واسه عکس بعد نه بابا این که عکس چیزمه آها بیا یه عکس افتضاح دارم دم چیز گرفتم نه قیافمو نگاه تو رو نماز چه کجه با اینکه نه اینم اونقدر بد نیست ولی میپذیریم ازش بشش بابا قیافم کجه بلد کردی خب را تو چطور خب بیا بذار میتونی همین چت رها رو من میخونم با خودم و من الان گوشی نمیدست تو هم داری دیگه رها رو سرچ کن بیار آخرین چت
آخرین چتی که من با رفتم بخونم خدایی نوشتم که میترکونی، بعد نوشته به خدا با این سبک کاراشون تو ایران. بعد من نوشتم ما میترکونیم، قول میدم به فعلا استراحت کن. حالا نوشته میبینمت خوشگلم. اینو من باورم نمیشد که نوشته میبینمت خوشگلم. من فوروارد کردم واسه ببین اینقدر کرکوپرم ریختم فوروارد کردم واسه ببین چی میگه. ما فکر می‌کردیم چیزی مصرف می‌کنه ولی از اونجایی که ما هیچی مصرف نمی‌کنیم یا مودمون تغییر می‌کنه. ببین دیشب نوشتم براش میبینمت خوشگلم، استیکر پوکر فرستاده. حالت خوبه؟ خودت پیام فرستاد مطمئنی؟ اصلا نمیدونم انتظار داشته بسن من بگم که سلام اسکوت باشه خوش. بعد مطمئن که شدم. سلام چطوری؟ من بذار چند تا خودم رو رها رو نوشتم بذارش باشه عروسک. و پوکرم داره من دارم میبینم. من و رها چیز بودیم فقط لوکیشن رد و بدل کردیم. یه لوکیشن کجا داشتیم میرفت؟ فقط لوکیشن از این لوکیشن به اون لوکیشن. یه دونه چیز عکس و ویدیو کنه. یه ویدیو کارم هست یادش بخیر. آره. تو یکی چی بود که اجرا نکردی اساسا؟ من همه رو اجرا کردم. نه همه رو اجرا کرد. خیلی بچه من واقعا ماشاءالله در پای بعدی هم بیا. مرسی. به ما سر بزن. بیا تو چنل. آره چشم. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. اینایی که نشون دقیقا اینجا حالا بالا پایینی برای مهم نیست. مهم اینه که باید انجامش بدیم. میذارم این زیر براتون. فالو یادتون نره. تو اینستاگرام هم کلیپای خوبی میذاریم. میتونیم هندونه خودیم. آره من هندونه خیلی دوست دارم. تا خیلی باشه. ویدیوهای بعدی تو چنل بچه‌ها ببینیم. خدافظ.